در اختیار علی پروین بود و حالا امید عالیشاه از 272 بازیه آقای پروین هم رد شده به گفتار تاریخ باشگاهه. خیلی هم قطعا دلش میخواد که اتفاق بازی مقابل سپاهان رو جبران کنه امشب برای هوادارا امید عالیشاه. قبلا از این کارا کرده و نشون داده که بلده بعضی اتفاقا رو از دل هوادار پرسپولیس در بیاره. تو بیاد به راست نبا خوشن آنچه به گاهیر خالی اونجا نباید بهش فضا بدن. امید مقابلش رو عقب کار میکنه. سلیمان دوباره نبا ارسالی بکنی راست در راه حدتی پرسپولیس مرتضی این بار توپو برمیگردونه. خداوندلو از راه میرسه و کوشش میره و منطقه از زمین. سردار مسئول میاد و